موضوع دیگر که نیست شاید اهمیت مقدموی دارد، این سخن چند پیرامون علامه احمدی دانش است. بزرگترین فرزندی عصر 19 خلق تاجیک، بزرگترین نماینده علم و ادب امارت بخارا پس از تأسیس یافتن این دولت امارت بخارا تا انقلاب اکتبر، بزرگترین شخصی که ملت خود را در همین زمان به بیداری دعوت کرد و به طرف روشنی دیده دوخت. چی چیز را من در نظر دارم؟ در عصر 19 جهانگیران اروپایی، روس ها، انگلیس ها، آلمانی ها، فرانسوس ها با تقسیم کردن دنیای اسلام شروع کردند. بر وقت این چیز شروع شده بود، در عصرهای 16 و 17 شروع شد، ولی در عصر 19 این به اوج اعلای خود رسید و برای همین هم در عصر 19 مناسبت نوی نسبت این جهانگیری به میان آمد. در این مناسبت دو طرف بسیار هم جالب موجود است. از یک طرف اسلام و از یک طرف تمدن نوی اروپایی. بیدار شدگان چی میخواستند در ما، در مملکت های همسایه ما، و اون خواسته ها به ما امروز چی داد؟ در تاریخ مردم تاجیک زبان، در آن جایی که تاجیکان و پادشاه های تاجیکان که گرچه قبیله تاجیک نبودن اون پادشاه های ما، ولی پادشاه های کشور ما بودند، در اون منطقه ها نیز حکمرانی داشتند. در همین سرزمین چی چیز با وجود آمد؟ برای درک این حداقل به نمایندگان جداگانه این منطقه نگاه کنیم. در اینجا سید جمال الدین افغان هست که وی در سرزمین افغانستان برای یافتن راه حقیقت به مردم خود کمک کردن خواست. در اینجا احمد خان یک نوع دانشمندی فارسی زبانی مسلمان هندوستان که او کوششی به مردم همدین و همزبان خود در هندوستان نشان دادن راه حقیقت را کرد و در همین پایه و در همین بلندی احمد دانش ما در بخارا قرار داشت که نیز راه نجات را به مردم نشان دادن میخواست. در اینجا مناسبت دو چیز بسیار سریع است. در این سه تن اینا گرچه شاید یکدیگر را ندیدند، به همدیگر صحبت نکردند، عجب نیست دستنویس های همدیگر را خواندند، آشنا شدند، آنهایی که چیزشان به دیگر رسیده است و شاید عقیده هاشان از این جهت به هم نزدیک شده است، ولی در دید من آنها با رفت زندگی بیشتر نزدیکی پیدا کردند و بیشتر درک کردند که به کجا باید رفت. عجیب هم همین که هر سه این تن هم گویا اروپا پرست به نظر می رسند. یکی می خواهد که در هندوستان عقیده هایی که به انگلیس ها جاری کردن می خواهند پیروز باشد
و مردم با اون رو به آزادی رسند. یکی در شخص فرانسوس ها آزادی مردم افغانستان و مسلمان های کشورهای عرب را هم در نظر دارد و میگوید او حتی سید جمال الدین افغان حتی میگوید که مسلمانیت اسلام در ماست، یعنی در شرق است، اما مسلمانیت در غرب، در فرنگ است. و دیگری احمد دانش در شخص روسیه به این خلاصه میگوید. احمد دانش با اون فکر است که آبادی و پیشرفت من بعده بخارا از آن وابسته است که تا چه حد بخارا میتواند با روسیه همکاری کند، از روسیه عبرت گیرد. من وابسته به این یک گفته ای را خاطر نشان کردن میخواهم. اسلام شناسی مشهور آلمانی آگوست میولر که همزمان احمد دانش بود و در سالهای 90 عصر 19 وفات کرد و مؤلف تاریخ اسلام در 6 جلد است، می نویسد که روشنترین و پرفایده ترین واقعه در تاریخ بخارا آن است که بخارا و خیوه را روسیه به خود تابع کرد، زیرا این خانگری ها عقب مانده ترین دولت ها یا دولتداری های دنیا به حساب می روند. یعنی به حد او می داند که تابع شدن بخارا برسه برعکس برای آباد شدن بخارا زمینه می گذاشته باشد. بطر احمد دانش هم پس از سفرهایش به روسیه به خلاصه آمد که بخارای ایام حداقل به سطح علم و فرهنگ امروزه، یعنی عصر 19 روسیه برابر شدنشان در کار است. احمد دانش به آن فکر است که حکومت منقیطه بخارا بغیر از استثمار کردن، بغیر از بیچاره کردن مردم هیچ اقدامی نکرده است. احمد دانش با آن فکر است که بخارا باید مانند فرنگیان، حداقل مانند روسیه، از امکانیت های اجتماع استفاده کند، کسلخانه سازد یا مؤسسه های علمی را هم با وجود آورد. او پیروان خود را به همین چیز دعوت می کند. احمد دانش را ما اساسگذاری عقیده معارف پروری حساب می کنیم. معارف پروری این با آن معنا است که وی علم زمانوی را با دیدی، با شناخت علمی اروپای آن روزه در شخص روسیه تبلیغ کرده است. وی گفته است که با بیدار شویم، جوانهای ما باید بیدار شوند و به علم دست زنند. این چیز اساسی یک نوع بیداری، یک نوع شعله در بخارا بود. برای همین هم صنعتکاران تاجیک، ادیبان تاجیک از جمله استاد هادی زاده و کینماتوگرافیست های ما فیلمی ستاره در تیره شب را با وجود آورده، سیمای احمد دانش را همچون ستاره روشن کننده تاریکی بخارا نشان دادند.